چقدر زحمت کشیدی؟ باید زحمت بکشیم دیگه، خدا روی دور و دراز آمدیم دیگه، وقت هم کم است. تجربه کرده بخش آشپزی داری نداری؟ کم است. کسایی که معصوم هستن میتونه که یک چیز بکنه که 4 سال 5 سال که میسازن خوشحالی و خرسندی میکنن و این هم استادمان که ماشاءالله باز هم است. سلام و درود خدمت تمام شما همراهان گرامی. امیدوار هستم که جور صحت سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. به یکی دیگر از ویدیوهای کانال یوتیوب پامرتاب خوش آمدید. امروز دوستای عزیز، ما با جمله دوستا و همراهان خود تصمیم گرفتیم تا یک سفر سیاحتی و تفریحی داشته باشیم به طرف جزیره درقد نزدیکی مرز با کشور تاجیکستان. از لابلای این سفر خود ما یک گزارش را تهیه نمودیم که امیدوار هستم از این گزارش ما لذت ببرید و آنچه که ما ثبت نمودیم بر وفق مراد دلتان باشد. پس در ادامه ویدیو را بیننده باشید و تا آخر ما را همراهی نمایید. و این هم شهر عمری که یک زمان این شهر روز و روزگاری داشت و از رونق فوق‌العاده برخوردار بود، ولی متاسفانه به این حال و روز افتاده است فعلا. دوستای عزیز، قراره که شما میبینین مکان تفریح ما مشخص شد. حالا قسمی که شما در تصویر میبینین دوستا همهشون وسایل و لوازم آشپزی را با خود دارن و حمل میکنن دیگه. ما و شما خیر میریم به سمت آشپزی. علیزاده عزیز سلام برس اولتون. سلام علیکم جناب دکتر صاحب، صحتون خوب است؟ عافیت دارین؟ زنده باشین، سلامت باشین. بخیر آمدین؟ بخیر باشین، سلامت باشین. اینا دیگه بخیر. امروز تصمیم میله داریم ها؟ امروز دیگه هم تو استادا تصمیم گرفتن، البته این تصمیمشون یک هفته میشه که پلان داشتن کجا بریم کجا نریم. بالاخره تصمیم به این شد که همین نقاط آخری مرزی، نقاط صفر بین افغانستان و تاجیکستان، قریه بوستان میگفته، همینجا را یک دوستادا ندیده بودن دیگه شوق کردن که همینجا بریم. بسیار خوب. بالاخره تصمیم به این شد امروز آمدیم. امروز جمعه است، آمدیم یک ساعت ساعت طرف. بسیار خوب بسیار خوب. به امید از اینکه خوش بگذره و لحظات خاطر انگیزی ثبت شود در دفترچه خاطرات ما و شما ان شاء الله. دیگه واقعا هم جای سرسبز و نشاط آوری هم است. جناب دایی صاحب همونطور است یا نه؟ بله همینطور است. قسمی که دوستا گفتن ما یک هفته یک پلان داشتیم که تفریح بیاییم میله بیاییم، فعلا دیگه در مرز تاجیکستان قرار داریم در قریه بوستان. آمدیم اینجا بازدید کردیم، بسیار جایی واقعا خوشحال کننده است. بسیار خوب بسیار خوب. شرق صاحب هر قدر که کوشش کردم که از دم کامره شما فرار کنم، جنگ سیوم جهانی را میفهمید که جنگ دوربین است، جنگ رسانه ها. بله جنگ رسانه ها. دیگه در دنیا امروز یک نفر
یک دولت هزاران نفر را میکشه ولی از اون نمیترسه، ولی از یک دوربین میترسه که در یک کنار یک خلافش شده میخواسته عکس نگیره یا فیلم برداری نکنه. سینا رو بسیار بالا زدن، فکر کنم تصمیم آشپزی دارین. والا ما دیگه خدمتگزاریم جوان هستیم، انشالله که امروز با جمع برادران خوش بگذره. بسیار خود به الله. امیدوار هستیم خوش بگذره. تلفن ها از کی بود؟ در دستات جان استاد بسم الله. خیلی آشپزی نام خدا دیگه یک سرگوش یک دیگه من یک تخته کردی. توکل به خدا دیگه یا دال میزه یا چپاتی میبره خب. این ولی معلوم میشه که بعد نمک کم روغن دیگر هم بندازی. نه یک چل بیا بگیریم. یک دو پیدا شو. پیاز رو میره قطعی باید کنی قطعی گت کنی تو کنی. نه چای کسی چای نوشیدن نه دوستان عزیز دیگه قسمی که خودتون میبینین استاد عبدالمقیم همراه با مولانا صاحب در حال آماده نمودن پیاز هستن دیگه. خدا کنه امت یک دو پیازه پخته میگه. تجربه کار بخش آشپزی داری نداری؟ کم است. کسی که معاصر هستن میتونه که یک چیز پخته کنه. 4 سال 5 سال که مسافر. بس. کمی روغن گنده مردی؟ کمی روغن پرتو. بس. هم پیاز بس از دیگه دیگه ما بیمزه است. ما دیگه سیب زحمت کشیدی. باید زحمت بکشیم دیگه خدا روی دور و دراز آمدیم دیگه وقت هم کم است. حرکت میکنیم شما میره اینجا قرار میخوابیم عزیز قرار که شما میبینیم دیگه بخیر انشالله دیگه ما بار شد. آیسته جوانو به سمت میدان فوتبال روان هستند و اینجا قرار است ما قبل از صرف تمام چاشت یک دو هفته فوتبال هم بازی بکنیم با امید از اینکه تیم ما پیروز میدان شد. انگوری مستاخ است. بله جان. انشالله که فکر میکنیم چیزی آماده کردیم که توکل به خدا نمی اگر اول خدا خیلی چیز شما باشه چیزی مزه‌دار بخدا کردیم. توکل به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب اینا رو چی میکنی جان میکنی میری دیگه چی میگم اونجا میری هستیم دیگه کجا میری رفتن میت قابو بر از اول اون میتونی کش زیاد ندارم به خوب
علیزاده عزیز دیگه غذا به آماده به است به آماده خوردن است دیگه نوش جان نوش جان خالص بگیر. دادم خدا بله بفرمایید. یک چشک غذا رو بین باز به ما بگین به عزیزا از طعم غذا باز به دوستا مومن چطور است ماشاءالله ماشاءالله دوستش در نکنه بسیار عالی است. بسیار با مزه بسیار با لذت. آفرینشان. شما تیر کو برادر جناب مومن صاحب نظرتون درباره ملت چی بود؟ ماشاءالله بسیار ملای خوب بود. روز نیکی بود. ماشاءالله بسیار دوستای خوب با دوستای خوب اومده بودیم. ما راضی هستم از ملای استادا. از خدا میخوام که همیشه هم تو استادا به هم با اتفاق هم فضای امن باشه. همیشه ما بیم بخیر ملت کنیم. ما راضی هستم ان شاء الله. غذا چطور بود؟ غذا هم ماشاءالله بسیار عالی بود. بسیار خوشمزه بود. بسیار خوش شدیم. خانهشان با دوستشان در نکنه. بسیار راضی هستم. تشکر از خداوند خیرتون بده از همه برادران تشکر که امروز به این میره لبیک گفتن ما واقعا خیلی خوش گذشت ای بخش امیدوار هستم که قسمت اگه متوجه باشی یکم یک طرفی دیگه صورت یکم یک طرفی صورت گرفتم خب برادر خدا بخشش کنید علیزاده عزیز دیگه امیدوار هستم این نشست و این سیر و سیاحت بین تمام استادا بین مخصوصا جوانایی که فعلا امروز آمدن اینجا حضور پیدا کردن ادامه پیدا بکنن دیگه خوش شدم امروز بسیار خوب خوش گذشت تشکر از جناب استاد بسم الله که غذای لذیذ پخته بودن دیگه واقعا خوشمزه بود زنده باشین واقعا استودانی بود زنده باشین اگه وقت داریم شب برای ما یک امت دیگه سلامت خوشمزه باشین ان شاء الله اگر بیگاش ان شاء الله یک دیگه یا ان شاء الله که شب بودیم ان شاء الله بازم یک زحمتون چیز میکنیم زیاد از گاو گسپنده این جنگل دریای بوستان که خط سرخ بین تاجیکستان و افغانستان می باشه اینجا به خاطر تفریح آمدن مثلا در این دریا بازی میکنن همه استادایی که اینجا تشریف آوردن از قبیل بنی خدا خالص خوشحالی و خرسندی میکنن و این هم استادمان که ماشاءالله باز هم است تاجیکستان بندر حضرت دوستان یا هم ملګری دی ورته وګورئ مسابقه لري آفرین ماشاءالله ماشاءالله موتور بیا